الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. والمنافق والكافر فيقال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيح سيحة يسمعها من يليه غير الثقلين متفق علیه. عزیزان و مسلمانان با دیانت، دوستان نهایت عزیز، خصوصا مسلمانانی که همیشه شنوندگان دائمی ما هستند، یاران و عزیزانی که از راههای دور به خاطر طلب علم، به خاطر شنیدن قرآن کریم و احادیث گوهربهار نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضور فیزیکی می آورند و در آخر خواهران و مادرانی که با وسیله بلندگوی همیشه شنوندگان ما هستند، در آغاز می گوییم که الحمدلله الحمدلله به نعمت الهی که ما و شما را از نعمت صحت و حیات محروم نساخت که هنوز باز هم در نتیجه این فرصت و چانس الهی با کلام الله جل جلاله و رسول صلی الله علیه و سلم گوش فرا میدهیم. موضوعی را که امروز انتخاب کردم باعث و دلیلش چی بود؟ همان طوری که یاران و عزیزان همه در جریان هستید که جوانان غافل دور از جوانان ما باشند، در اثر اغوای شیاطین انسی و جنی دین مقدس اسلام عزیز را رها کردن و به دین پوچ و بی‌معنایی که به نام مسیحیت در دنیای امروز رواج دارد منحرف شده رفتن، در بحر گمراهی غرق شدن. جوانان و دعوتگران در ولایات مختلف واکنش‌های مستقیم را زیر نام راهپیمایی و گردهمایی داشتند که شما شنیدین. آنچه که مخواستم مسئولیتم ادا شود در قبال این جوانانی که زندگی سعادت بخش را به زندگی ناکامی تبدیل کرده اند، موضوعی را با خود اندیشیدم و فکر کردم که انتخاب کنم تا باشد وسیلتا اگر بشنوند از این کاری که کرده اند پشیمان شوند، ندامت کنند، بار دیگر به دین مقدس اسلام عزیز به خواندن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مشرف شوند که اون عبارت است اصلا عزیزانم ما در اصطلاح علمای کرام
سه عالم داریم، سه عالم: عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. به تعبیر دیگر ما سه منزل و سه مقصد، یا به تعبیر دیگر ما سه زندگی داریم. ما سه زندگی داریم که تعبیر از هر کدام به شکلی میگم که انسانهای بی سواد همه بدانند. چرا؟ از ناحیه انسانهای اهل دانش و خرد، از ناحیه محصلین و استادای گرامی نگران نیستم. حرفایی که ما میگیم اونا انشاءالله بیشتر از ما میدانند، اما نگران در رابطه به جوانان و عزیزانم که سواد ندارند. تعبیراتم را چنان ساده کنم که اونها بدانند. گفتم ما یک مرحله زندگی داریم در دنیا، زمانی که از دامان مادران به دنیا می آییم. این زندگی است که به نام حیات و زندگی دنیا تعبیر می شود. بعداً بخواهیم نخواهیم، به اتفاق نظری همه انسانهای دنیا، به اتفاق نظری همه مذاهب دنیا، به اتفاق نظری همه دانشمندان، اگر کافرن و یا مسلمان، اگر سیکن یهود، اگر نصاران بودایی، اگر کمونیستن دهری، هر آنچه که هستن، اتفاق دارن که انسان میمرد. مردن یگانه مسئله است که در طول تاریخ، در امتداد تاریخ بشریت، بلکه قبل از بشریت در تاریخ جن تا به امروز تا به قیامت، امر است که به اتفاق همگان ثابت است. هیچ کسی را ندیده ایم که از مرگ و مردن انکار کرده باشد. پس دقیقاً زندگی اول که زندگی آخرت است بسیار محدود، بسیار کم است. ما در تاریخ‌های را به یاد داریم تنها عمر دعوت حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة و تسلیم 950 سال را تشکیل می‌دهد و پیش از این که جمع کنیم بعضی روایات 13 14 13 و نیم 14 و نیم، یعنی جمع 13 و نیم صد سال، 1400 سال، 1450 سال عمر حضرت نوح نبینا را و اونا را نقل کرده اند. اما سرانجام رفتن، بعد از گذشت 1400 سال سرانجام رفتن، وفات کردند، به ملاقات پروردگار رفتند. عین شکل در شرایط امروزی ما بیشتر از 120 سال عمر هنوز ما سراغ نداریم که کسی داشته باشد. قسمت اکثر در 50 و 60 و 70 رفتند. بناهن این زندگی زود گذر است، این زندگی گذرا هست. به تعقیب از دو زندگی دیگری هست. نخستین زندگی انسان ها در عالم دنیا در کمترین مدت که 60 سال و 70 سال اکثر امت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را تشکیل می‌دهد، همگان رفتن و میروند. یک قافله روان هست. زندگی برزخ، برزخ به معنای واسطه، برزخ به معنای میانه، که یعنی بعد از دنیا و قبل از آخرت است. بعد از دنیا و قبل از آخرت است. ظاهرا اگر چند انسانهایی باشد که اونها را بسوزانند و به دریا باندازند خاکسترش را، انسانهایی باشد که به دریا به شکم مایه ها فرو روند و خورده شوند، انسانهایی باشد که در اطراف کوهها با وسیله مواشی و درندگان خورده شوند و لاشش را به مثابه گوشت معمولی بخورند. و اگر در خانه قبر است، عموما هر آن جایی که جسد ایشان مرد رفت، زندگی دیگری به نام زندگی برزخ است که تعبیر ظاهریش خانه قبر است. یعنی اگر خانه قبر است، اگر شکمی ماهی است، اگر شکمی درندگان وحشی در جنگل هاست، هر جایی که است، لحظه‌ای که انسان از این دنیا چشم پد کرد و رفت، روحش را ملائک معذب قبض کرد، پس این جاست که اولین نقطه زندگی برزخی را انتخاب میکنه که تا هنوز قیامت در پای نشده، قیامت اصلی و قیامت کبرا، و این قبل از قیامت بعد از دنیا دوم زندگی است. لحظه می آید که اذا السماء انشقت و اذا الكواكب انفطرت، آسمان ها از هم پاره شوند، آسمان ها شق شوند، ستارگان همه بشکنند به زمین بیافتند، آفتاب خورشید و مهتاب همگان به زمین بفتند، همه چیز را از دست بدهند.
این زمان هست که زندگی دنیا و زندگی برزخی این دو مرحله به پایان میرسد. زندگی سومی که آخر ندارد، زندگی سومی که اصلا پایان ندارد، که اون قیامت الهی، دادگاه الهی، پرسان و سؤال الهی، تحقیق مجرمین، تثبیت جنایت مجرمین و دادن اجر و مزد کسای نیک عمل، همه در اونجا مجلس بزرگ عالمی دایر شود که زندگی سوم اوست. پس تکرار میکنم، لحظه که از دامان مادر به دنیا بیاییم این یک زندگی است. لحظه که روح ما قبض شود بمیریم دوم مرحله زندگی است. لحظه که آسمان و زمین همه از هم کوها چپه شوند و ایران شوند، قیامت و دادگاه الهی بیاید، سوم زندگی است. عزیزانم، پس همه انسان ها به این سه مرحله را دقیقاً رفتند و دیدند و میبینند. هیچ انسانی نیست که از این سه سفر، از این سه زندگی، از این سه مرحله نجات داشته باشد. هیچ امکان ندارد. قرآن کریم در یک از آیاتش میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. این سه مرحله زندگی را و این سه مرحله سفر را در یک جمله آیات کوتاهی خدمت همه جهانیان قرآن کریم تقدیم کرده است که پیام بزرگ الله جل جلاله است. میفرماید: منها خلقناکم، از این خاک شما را بیافریده ایم. براستیش آدمی خاکی ابوالبشر علی نبینا و علیه الصلاة و تسلیم از خاک ساخته شده است. نسل امروزی در اثر جفت شدن پدران و مادران با تغذیه نان و خوردنی ها و آشامیدنی ها، چنان خوردنی و آشامیدنی که از چی پیدا می شود بفرمایید؟ از خاک. از چی به وجود می آید؟ از خاک. دقیقاً من و شما هم از چی آفریده شده ایم؟ از خاک. یک مرحله زندگی را قرآن بیان کرد، گفت که منها خلقناکم، از این خاک شما را بی آفریدیم و تشکیل کرده ایم. و بعدا می فرماید و فیها نعیدکم، بار دیگر در مرحله دوم شما را در اینجا بیاوریم، در اینجا می آوریم، معاد می کنیم. اون از اون جایی که شما را آفریده ایم مرکز اصلی است. اگر در هوا پرواز کنی، اگر به وسیله سفینه فضایی مدار زمین را طی کنی، اگر به وسیله سفاین و کشتی های فضایی شما کره های مریخ و مشتری و زحل سیر و سیاحت کنین، در هر جایی که زندگی داشته باشین سرانجام بار دیگر به زمین می آوریم شما را. حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه الصلاة و سلام هزاران سال می شود که در جای مقدس و پاک در آسمان چهارم زندگی به سر می برد، ولی ناگهان قطعا یقینا در زمین خاکی فرود می آید. بعد از تلاش و زحمت به خاطر دین خدا، بعد از خدمت به دین خداوند، در زمین خاکی جان می دهد و در جوار پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم دفن خاک می شود. عزیزانم، پس هدفم در کجا بود؟ با داشتن امکانات پیشرفته، با زندگی های هزار ساله، هزار ساله در فضای بزرگ آسمان، بار دیگر حضرت عیسی مسیح به اساسی که از خاک به وجود آمده است، مادرش، نسلش بدین وسیله بار دیگر به کجا می آید؟ به خاک می آید. عزیزانم، بدین وسیله سه مرحله زندگی یقینا آمدنی است و رفتنی است و رفت و می آید. از اینجا هدفم در کجا بود؟ جوانان ناآگاه، جوانان ناخود آگاهی که در شرایط امروز دین مقدس اسلام عزیز را رها کردن و به دین پوچ و بی‌معنای دستخورده و تحریف شده شیاطین بزرگ امروزی رفته‌اند، باید به این سه مرحله می اندیشیدن و فکر می کردن. باید به این سه مرحله می اندیشیدن و فکر می کردن. زندگی دنیا اگر مشقت بار است، اگر فلاکت بار است، اگر خوردنیت علف کویی است، اگر رشقه و شفتل است، اگر نان و قرمه و پلو است، ولی محدوداً بسیار کوتاه می‌گذرد، بسیار کوتاه می‌گذرد، بسیار کوتاه. والله که من یکم 40 سال نه 40 میشم، عمر دارم، اگر فهمیده باشم که 40 روز بود یا 40 ساعت، هیچ مزه و ذائقه زندگی را احساس نکردم که من چی بودم، چی کردم، چی شدم. یک خاطره خوشم در زندگی به یادم نیست. یک خاطره خوشم در زندگی به یادم نیست جز از ایام طفولیت که با طفلکا ملعبه میکردیم، از دنیا خبری نبود. ولی در غیر آن
هیچ چیزی من خود زندگی را ندیدم. از شما عموما پرسان میکنم خاطره های خوشی که در زندگی چشمگیر باشد آیا کسی دارد؟ با آواز بلند میشنوم. ما به مزه بگوین کسی دارد؟ بسیار جالب است. داریم 60 سال 70 سال عمر کسایی که اینجا حضور فیزیکی دارند. پس این زندگی خوشگذر است، زودگذر است. ولی به تعقیبش دو زندگی دیگر است که زندگی عالمی برزخ و زندگی قیامت. من خواستم که امروز در زندگی دنیا صحبت کنم. انتخاب موضوع بنده است که زندگی در عالم برزخ حتمی است. زندگی در عالم برزخ یقینی هست. یعنی عالم برزخ، زندگی در عالم برزخ که به تعبیر ساده و آسانش زندگی در خانه قبر. پس در تهیه نظام زندگی در خانه قبر باید چیزی صحبت کرد که سرنوشت کسایی که دین مقدس اسلام عزیز را رها کردن و به دین دیگران رفتن فهمیده شود که اون چی هست. بنابراین ناگزیر صحبت کنم که رفتن به خانه قبر چی میشه و چی میگذرد و چی آمادگی کار دارد. زندگی در عالم برزخ، زندگی در عالم برزخ عنوان موضوعی است که خدمت شما عرض کردم. بسا کسایی که در بحر گمراهی غرقند تنها از عقل خود کار میگیرند. داریم اندیشه هایی را در دنیا، داریم تفکر و برداشت را در دنیا. میگه زمانی که مردی تو فقط یک جماد محض، یک سنگ محض هستی، از تو پرسان و سوال نیست. عذاب قبر امکان ندارد. حتی دلایلی دارن چی میگن؟ میگه ما زمانی که مرده را دفن خاک شد ما تایپی را عیار کرده در جوار آن ماندیم، یک روز بعد رفتیم تایپ را آوردیم، هیچ چیزی را ثبت نکرده است، هیچ چیزی را ثبت نکرده. اگر زنده شدنی می بود، اگر منکر و نکیری می بود، اگر جواب و سوالی می بود، باید در اینجا در تایپ ثبت می شد. چون تایپ ثبت نکرده است دقیقاً ما به ایمان داریم که عذاب قبر نیست. بگوین که العیاذ بالله. عزیزانم بدین وسیله آمدم بر سر این مطلب آیا عذاب در قبر امکان دارد یا نه. قرآن به این ناطق است، احادیث بیشمار، سخنان ارشاد آمیزی پیامبر صلی الله علیه و سلم، عقل دانشمندان انسانهایی که از گناه دور بودن از عقل استفاده درست کردن یقینا اجازه میدهد که امکان دارد، هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ نوبت را میدهم به آیات قرآن. الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یثبت الله الذین آمنوا. الله ثابت نگه میکند، ثابت میماند آنانی را که ایمان دارند، باور به خانه قبر و قیامت دارند، باور به دو زندگی پی دنیا دارند. به چی ثابت نگه می‌دارد؟ بالقول الثابت، به قول ثابت که این عبارت از چیست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. در کجا ثابت میماند؟ فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در زندگی دنیا و در زندگی آخرت. زمانی که ما کتاب حدیث را ورق بزنیم مراد از آخرت در اینجا خانه قبر را تفسیر کرده اند. ترجمانان اصیل قرآن کریم، زباندانان اصیل قرآن، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم، یعنی در رأس کل رسول صلی الله علیه و سلم، شاگردان دست اول صحابه کرام همه به این باورند که مراد از و فی الاخره ثابت ماندن به قول ثابت در زندگی آخرت خانه قبر است. یعنی در خانه قبر جواب مرد مومنی که در دنیا با کلمه لا اله ایمان داشت و باور داشت هم لا اله الا الله محمد رسول الله است. پس از این آیت آیه 27 سورت ابراهیم، آیه 27 سورت ابراهیم ثابت شد که در خانه قبرم زندگی پیش روی داریم. در ارتباط با فرعون و فرعونیان، به ارتباط نمرود و نمرودیان، به ارتباط قارون و قارونیان، قرآن کریم آیه دیگری دارد می فرماید که در یک از آیات دلنشین قرآن کریم که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه الآیه، آتش را در خانه قبر به نمرود و نمرودیان، به بوش و بوشیان، به شارون و شارونیان، به اوباما و اوباماییان، اگر به امین سیستم به ایمان از دنیا بروند در خانه قبر هر صبح و بیگاه آتش دوزخ به اینها پیش می شود.
عرصه و بیگاه با آتش دوزخ به اینها پیشکششان است. و بعداً و یوم تقوم الساعه و یوم یقوم الساعه یا تقوم الساعه و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپای شود او دیگر روز است. پس ببینین سبک قرآن را، ذوق قرآن را، لذت آیات قرآن را که آتش به اینها در صبح و بیگاه در خانه قبر پیش می شود و بعداً در کجا پیش می شود؟ در روز قیامت جایگاه اصلیشان آتش دوزخ است. پس این آیت هم از آیات قرآن کریم است. شماره آیت به یادم نیست که ثابت میکنه با درستی که عذاب قبر هست. احادیث را نوبتش را بعدا میدیم، اشاره به عقل و منطق انسان ها میکنم. انسان هایی که گفتن تایب را ما ثبت کرده ایم و هیچگاه ندیدیم که در خانه قبر چیزی را ثبت کرده باشد. پس معلوم شد که سؤال منکر و نکیر تحقیق در خانه قبر دیده نمی شود. العیاذ بالله. بگوین العیاذ بالله. حالا ببین عزیزم، مرد که خوابیده هست در جواری تو، خانم استی شوهر، یکی از جمله یا برادر یا رفیق و اندیوال، شب به خوابش میبیند که چیندار بر سر ازی روان است، شب به خواب میبیند کوها لور میخوره، شب به خواب میبیند به آتش ها میسوزد و هر قدر که تلاش میکند که به کسی فریاد کند آوازش نمیبراید. از شما پرسان میکنم اگر در پالوی ازی بیخ سرش یک تایب را بمانه معیار کرده ثبت میکند با آواز بلند؟ ثبت نمیکند. ولی او چقدر عذاب است و او چقدر عذاب است، نفس تنگ شده که آوازش هم نمی براید. حتی ای بود سیستم خواب که در خواب انسان بسا موارد با دریابها می رود، با جنگل ها میره، شیر میخوره، مرمی میخوره، ضربه میشه، زیر چین میشه، زلزله میشه، زیر خاک و دیوار میشه. انواع عذاب را این مرد در خوابش میبیند، اندیوالی بر پالویش خبر نمی شود. اگر تایب مانده شود هم ثبت کرده نمیتواند. یک دوم، حتی بیدار استی، با یکی از یارانت در چوکی با هم نشسته اید ولی او یک اندازه فکرمند است، یک اندازه خفه معلوم میشه. چرا خفه است؟ در اندیشه و تفکرش 1001 غم است. فرزندش مرده، خانمش مرده، حویلیش سوخته، زمینا را سیلاب برده، باغا را سیلاب برده، اما به تو نمیگه. ساعتها در فکر است. آیا او تا زمانی که به زبان تلفظ نکند یکی از آن جمله ها را تو فهمیده میتوانی؟ بفرما با آواز بلند. پس این دو صورتش، صورت زیبایی که حتی گفتم در بیداری هم امکان داره. و سوم، جبریل امین بسا موارد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد، وحی الهی می آورد، جز این که حالت پیامبر تغییر می کرد، جز این که عرق یا چیز دیگری صادر می شد. آیا جبریل امین را همیشه صحابه دیده می توانستند با آواز بلند؟ نه، همیشه دیده نمی توانند. یگان مورد خاص است. پس بدین وسیله در حالی که جبریل می آید ولی کس دیده نمی تونه. اگر تایپ بیاورند آواز جبریل ثبت کردن نمی توانست. اگر تایپ می آوردن آواز جبریل امین ثبت کردن نمیتواند. چهارم، شیطان لعین از شرق به غرب و جنوب به شمال وسوسه میکنه. وسواس شیطان با داشتن تکنولوژی، با داشتن کامراهای دیجیتالی، با داشتن معاینات پیشرفته، مرد هستن آواز و وسواس شیطان به ما ثبت کنن. خود بودن دو ملک و دو شانه انسان ها به نام کرام کاتبین، تا امروز کرام کاتبین به شانه فرد زن و مرد و کافر و مسلمان وجود داره. پس اینمی انسان هایی که از امکانات پیشرفته صحبت میکنن، خودشان در زمین از هوا گاز میکنن، تخمین میزنن، مرد هستن خامید دو ملک شانه خود را معلوم کنن نمیتوانند. پس این کارهایی بود که در عقل من و تو سازش ندارد ولی دقیقاً مسلما هست. هیچ مشکلی ندارد که در خانه قبر چنان عذابی باشد که تایپ ثبت کردن نتواند. بالاتر از این مثال زنده میگم، شما در دنیای امروز با تلفن های دستگاه های مختلف در مسیر راهی که از جوار شما موترهای دشمنان اصیل اسلام عبور کند، آنتن شما قطع میگردد یا خیر؟ بگو با آواز بلند. قطع میگردد. پس تایپ دوجه آنتن نمیدهد عزیزم، تایپ اجازه ندارد عزیزم که در خانه قبر سوال منکر و نکیر را ثبت کند. از اینجا این دلایل عقلی هست به این مسئله، چون در معارف ما، در دانشگاه های ما هنوز این سر و صدا هاست که در خانه قبر عذاب نیست. ناگزیر شدم که این جمله ها را بدین اساس کسایی که دین اسلام را اعلا کردن و رفتن به دین مسیحیت منتظر خانه قبر بوده باشند که در اونجا به ایشان چی میگذرد و چی میشود.
بناء نوبت سوم را به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می دهم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه می فرماید رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زمانی که مانده می شود انسان را، جنس بنده را، اگر زن است اگر مرد، اگر منافق است، یهود، نصارا، بودایی، هر کسی که هست، زمانی که در خانه قبر مانده می شود، مراد اصطلاحی یعنی به این معنا که در خانه قبر مانده می شود، یا ماهی می خورد یا درنده می خورد، هر جایی که باشد، زمانی که روحش قبض گردید، یارانش از وی دور شد، بعد از آن چی می شود؟ در حالی که این مرده صدای کروشا یارانش را می شنود، مردانی که پس دوباره حرکت کردند از قبر دو تا ملک می آید با مسافه کمی که گفتم هنوز صدای ترق و طرق پای کسایی که خاک را انداختن و باز گردیدند می شنود مرده، یعنی معنایش است که روحش دوباره معاد می شود، ملک ها می آیند را می شانند، روحش به قدرت الله دوباره معاد می شود، روحش به قدرت الله جل جلاله دوباره معاد می شود و اینها را تحت تحقیق که از طرف خدا مکلفن قرار می دهند شروع می کنند. شما همه می دانید که سوال در خانه قبر از چند چیز می شود؟ از سه. سوال اول است که پروردگار تو کیست؟ سوال دوم است که محمد صلی الله علیه و سلم کی بود؟ سوال سوم است که تو در کدام دین بودی؟ پس با شکلی که از اما احادیث جمع بندی شود، با همین سیستم سه سوال شروع میشه. در همین سیستم سه سوال شروع میشه. گرچه اینجا از رسول صلی الله علیه و سلم صحبت است، در دیگر جای از پروردگار. حالا ببینیم عزیزانم، بسیار جای تأسف است. یعنی باور با خداوند بکنین، اگر ما با مغز خود، با استعداد خود بیاندیشیم، ما هر یکی زن و مرد خود را محاکمه میکنیم، خود را محبوس به حبس دائم فیصله میکنیم. چرا؟ ببینید، ما در دنیای امروز در باب هر آنچه را که خواسته باشیم به شناسش معرفت حاصل کنیم، بسیار مهارت تمام داریم. آثار عتیقه‌ای که از زیر خاک میبراید، آثار تاریخی که از زیر خاک میبراید، جوانانی که کار خرید و فروش از زیر میکنن، اونا میدانن که این نو است یا کونه. در بحثر جعل و تقلب مجسمه را نو میسازند، زیر خاک در چای در کجایی 1 سال و 6 ماه دفن میکنن، بعدا میکشن که به نام کهنه بفروشن. ولی اینقدر استعداد را به کسایی که کار آثار تاریخی را میکنن داده شده و میشناسن که این کاری نو است. همین که ببینه بدون معاینه میشناسه که نو است. اجناس تقلبی را با غیر تقلبی، دلار و افغانی تقلبی را با غیر تقلبی اکثر مردم میشناسن، اما آنی که ببینه میشناسه. در باب جنس چینایی ژاپنی را ولو که نوشته ژاپنی باشه، ولی موبایل میگه انگلیس یا ژاپنی بلا کوریایی است و دیگه برات اشاره میکنه میگه دروغ میگه، از چین آمده خو نوشتهش انگر یا ژاپن زده، بلا کوریا زده. این به این اندازه مردم مسلکی هستند. با آواز بلند که میگه پسیانی. یعنی در باب شناس دنیا، اجناس، دکاندار، گندم فروش، صراف، هر کسی است، تار فروش، ماشین فروش، پکه فروش، هر چیزی که است، اصل و بدل را به شکل اساسی میشناسن، به شکل تکنیکی میشناسن. ولی لحظه‌ای که در خانه قبر مانده میشوی، تو را از شناس اثر تاریخی پرسان نمیشه، تو را از شناس کاسه اصلی پرسان نمیشه، تو را از شناس چاینک چینایی و غیر ذالک پرسان نمیشه، تو را از شناس اجناس دیگری که در بازار امروز است پرسان نمیشه که این کجایی است، این چینایی است یا اندونزیایی، این ژاپنی است یا امریکایی، این اصلی است یا بدلی، این جعلی است یا غیر جعلی، از این پرسان نمیشه. میفهمین عزیزانم؟ بسا چیزا در بلخ باستان ساخته میشه، چی از زرگری چی از غیر زرگری، حتی صابونایی که جان میشوی پشتک شکتاپر از بیرون آورده میزنه، بس خلاصی از بیرون آمده. بله از جعلت پرسان میشه، از تقلبت پرسان میشه، از دروغت پرسان میشه، ولی از شناس جنس اصلی که هیچ چینایی یا ژاپنی تو را پرسان نمیشه. ولی از سه چیز اساسی که پرسان میشه شما را پرسان میکنم که در باب شناخت خداوند چقدر معلومات داریم، در باب شناخت پیامبر بزرگوار چقدر معلومات داریم، در باب شناخت دین چقدر معلومات داریم. تأسف در اینجاست، تأسف در اینجاست. خدای جانانی که چشم و زبان و اندام و تشکیلی تو را داده،
خدای جانانی که تو را تربیه میکنه، خدای جانانی که گندم و باغ و درخت را از زمین چطور میرویاند و چطور در خدمت تو هست، چقدر ملک در خدمت آب ابر و باد و هوا هست، این به چی اندازه تربیت میشه، سرانجام تو از او میخوری و زندگی خود را آبادی و عمران میکنی. این وسایط نقلی که از اینجا به اونجا سفر میکنی، همه این چیزها را الله جانانی که به تو داده صاحب را نمیشناسی. پی معرفت شناس جنس اصلی و غیر اصلی عمرها سپری شد، ولی در باب شناخت الله جل جلاله هیچ چیزی به دست نداره. وقتی که پرسان شود در خانه قبر که من ربک، تربیت تو را کی کرد؟ تربیت خانوادی تو را کی کرد؟ تربیت جیگرگوشه ها اولادی که الله به تو داده بود امو تربیت ها را کی کرد؟ تربیت صحت و نشو و نموی زندگی تو را کی کرد؟ وقتی که سفر میکردی تو را کی حمایت میکرد؟ وقتی مریض میشی تو را کی صحت میداد؟ اون زمانی پرسانی است که جواب دادن در کار است. من ربک، ملائکه خطرناک سیاستمداری که پرسان کند که من ربک، تمام شناخت اجناس چینایی و امریکایی به ذهنت باشد، ولی شناخت الله جل جلاله اون آیا ظلم نیست؟ آیا قول شیطان راست نشد که ای خدایا بندگانت را کاری میکنم که خوردن از تو کنن، نوشیدن از تو کنن، زندگی در زمین تو کنن، کالا از تو بپوشن، ولی اطاعت از مکنن. این قسم شیطان لعین کجا میره؟ اینی مسئله است که همه میدونن، همه ما و شما میدونیم که خالق ماست، رب ماست، پرورنده ماست، ولی با شکل عملی نشناختیم که در زندگی ما، در عملی ما معرفت الله باید می بود. عزیزانم، اگر در سریال برین، در معرفت موسیقی نوازان، در معرفت بسا موارد فاسد دیگر، طفل 6 ساله ما میشناسن که فلان خواننده فلان چیز میخوانه، ولی در معرفت الله جل جلاله همگان غافل و بی خبرند. اللهی که در شکم مادر تو را تربیت میداد، اللهی که از ناف، از خوردنی و نوشیدنی مادر تو را غذا میداد، اللهی که همه چیزی که تو میخوری ادرار داری، ولی اونجا به نام یک نام خاصی چی داره، طبی داره که او را حمایت میکنه، نگاه میکنه، آب را تا 6 لیتر گنجایشش را داره. این الله متعالی که همه چیز به تو مفت داده و از تو یک شکران و قدردانی میخواه. در روزی که در خانه قبر مانده شدی، من ربک، با این مسیحی شدن ها و این عمر مقدسی که در دین سپری شده بود تبدیل به مسیحی شدن شد که جوانان غافل از این صحنه زندگی مرحله عالمی برزخ بی خبر هستند. و اینجا سرنوشت میبینیم که سرنوشت مسلمان چیست و سرنوشت کافر چیست. به مرحله دوم پیامبر را باید شناخت که من همیشه صحبت کرده ام که رسول کریم صلی الله علیه و سلم را باید بشناسیم که او به ما چقدر حق داره و رسول کریم در قبال امت چی اندازه زحمت کشیده. رسول کریم صلی الله علیه و سلم به خاطر امت خطا، به خاطر امت بی وفا، به خاطر امت ناشکرگزار، به خاطر امت ناسپاس چقدر رنج را، چقدر زحمت را به خاطر این امت کشیده و شبها اشک ریزانده. در سجده هایی که میکردن چنان گریان میکردن که سینه ایشان مانند آواز زنبور عسل می جوشید. و این امت در برابر آن پیامبر چه کاری کردند؟ در خانه قبر پرسان می شود که در شأن محمد صلی الله علیه و سلم چی گفتنی داری؟ آیا میشناسی که این کی هست؟ آیا شخصیت و بزرگواری از این میشناسی؟ آیا در برابری که اشک ریزانده بود؟ شبهایی که عبادت میکرد پایایشان ورم کرده بود، به خاطری کی کرده بود؟ آیا لحظه‌ای که از قیامت نقل میشد که حضرت عیسی مسیح به درگاه خدا میگه ای خدایا امتای ما که مرا بندی خدا نگرفتن بلکه بچه خدا گفتن، از توان من است، اختیار داری که عذاب میکنی و اختیار داری که اونا را هر رقمی که میکنی کار خودت توست. زمانی که این قصه را پیامبر نقل میکنه و او دست خود را بلند کرده به اشک ریزاندن شروع میکنه به خاطر این امت. تو نمیگه که ای خدا امت بی وفا را عذاب میکنید، اختیارات به جنت میبری، اختیارات این رقم نمیگه، ولی به خاطر نجات من تو دست نیاز بلند کرده اشک مقدسش را میریزاند. اما امروز ما محمد را نمیشناسیم، امروز سنت پیامبر را نمیشناسیم. آیا پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم
در خوابیدن، در بلند شدن از خواب، در بیرون شدن از خانه، در رفتن نیکناراب، در رفتن مسجد، در برآمدن، به موتر سوار شدن، پایان شدن، در عروسی، در عقیقه شب و شش، در تجارت و خرید و فروش، در دکانداری، در همه چیز راه و روش زندگی را انتخاب نکرده، انتخاب کرده. ولی چیزی را که ما امروز نمیشناسیم محمد صلی الله علیه و سلم است. این یک ظلم آشکار است. پس این جوانانی که محمد را نشناختند، ارزش رسول را نشناختند، اهمیت رسول را نشناختند، فضیلت رسول را نشناختند، به دین پوچ و دستخورده شیاطین بزرگ انسی رفتند، باید بدانند که در خانه قبر سؤال عمومی از حضرت عیسی مسیح نبوده، بلکه میگفته که ما تقول، چه چیز میگوید در حق محمد صلی الله علیه و سلم. زمانی که اونجا به محمد معرفت نداشته باشی معلوم میشه که سرانجام چی میشه. هرچی مردی که مؤمن باشد، حق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را ادا کرده باشد، میفرماید که شاهدی میدهم که بنده خدا و فرستاده خداست. مردی که به حق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان داشت و عمل کرد، الله متعال از عذاب قبر حبیب ما را نجات بفرما. عزیزانم، تاب و توان برداشت عذاب قبر کار ساده نیست، جز این که عمل نداشته باشیم راه حل در اونجا دیده نمیشه. پس بناهن کسایی که به رسول کریم صلی الله علیه و سلم به ارزششان، به فضیلتشان، به شخصیتشان، به تقربشان، به دوستیشان به نزد خداوند، به هر چیزشان علم داشتن، شناس داشتن، میفرمایند که ای خدایا شاهدی میدهیم که بنده خدا و در عین حال بشر عادی نیست، بنده عادی نیست، بلکه در عین حال رسول و فرستاده شده الله جل جلاله و نماینده خاص خداوند در سرزمین الهی است. زمانی که این معرفت بنده مومن در خانه قبر دیده شد و ملک شنید، بعداً میگوید ای مرده، ای کسی که امروز در عالم برزخ آمده ای کسی که در زندگی برزخی آمده ای، نظر کو آن جایی را که در آتش دوزخ داشتی، تو را الله او جایت را به جنت بدل کرده. چی معنا؟ اگر تو به خدا ایمان نمی داشتی، به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نمی داشتی، فلان جای دوزخ به تو انتخاب شده بود، ولی چون به یگانگی خدا و رسالت پیامبر ایمان آوردی، اون جایی که در دوزخ داشتی به جنت بدل شد. اردو را می بیند. دقیق شوین عزیزانم، خانه قبر در اینجا 1-2 متر 1 متر زیر خاک است. جنت در عرش معلاست. دوزخ 7 طبقه پایان زمین در سجین هست. سجین جای روح مرد کافر است و عرش معلا جای ارواح مؤمنین است. با آنی که شما بسنجین که فاصله چقدر است بین زمین تا آسمان اول، 500 سال، از او بالا 500 سال، چندین 500 میشه که فاصله به جنت میرسه. و 500 سال هم نمیدانم که به سال دنیا و آخرت یا به کدام سیر و حرکت او به الله و رسول معلوم است. خوامی میگم که 500 سال فاصله است بین هر طبقه زمین، هم 500 سال فاصله هست. با داشتن این فاصله ها الله متعال دوزخ را هم به این مرده نشان میدهد و جنت را نشان میدهد. پس عزیزانم، با داشتن اینمی قدر فاصله الله متعال قادر و نیرومند است که کار کرده میتونه. دنیای اینترنت امروز استاد در امریکا نشسته، امروز اینجا صدایش رو میشنوی. امکانات دیگر تلفن و ستلایت و غیر ذالک، مسافه های دور را در لحظه کم است به تو گزارش میدهد و چیزهای رهبری شده و هدایت شده. اینا همه نشانه های بارز به قدرت یگانگی خداوند جل جلاله است. بنده های عاجز که قدر پیشرفته شدن، آیا الله نمیتواند با داشتن فاصله بیشتر بین قبر و دوزخ و جنت، دوزخ و جنت را به مرده نشان دهد؟ نمیتواند با آواز بلند؟ میتواند. پس از اینجا نشان دوزخ را هم به مرد مومن در خانه قبر نشان میدهد و از جنت را بعداً برایش میگوید اگر تو به یگانگی خدا ایمان نمی آوردی، به رسالت پیامبر ایمان نمی آوردی، اون نقطه دوزخ از تو بود. امروز الله به تو فضل کرده که ایمان آوردی ولی تو در داخل جنت میری. عزیزانم، تأسف، حیف جوانی اون جوانانی که از زندگی عالم برزخ بی خبر بودن
ولی او را هم در افغانستانی که بیشتر از 1300 و چند سال از ایمان و اسلامشان می شود این دین را رها کردن و مسیحی شدن، زندگی برزخی خود را خراب کردن. بعدا اونجا برای از اونا چی میشه؟ پیش میره. مرد منافق و کافر لحظه ای که به خانه قبر مانده شد برایش گفته می شود که در ارتباط با رسول کریم صلی الله علیه و سلم چی گفتنی داری؟ در برابر میگوید که من چیزی نمیدانم مگر آنچه که مردم میگفت منم همانا میگفتم، چیزی دیگر نمیدانم. گفته میشه که درست است که نمیدانی نه عمل کردی. بعد از آن چی میشه؟ زدن شروع میشه با گرزه ها و مارتول. میگه ما به اصطلاح مادری شما هر چی که میگی، با مارتول آهنی، با گرز آهنی، اون هم قوت ملک که این مارتول را بلند میکند و میزند. چنان زدنی که آوازش را غیر از انسان و جن همه موجوداتی که نزدیک از اوسن میشنوند. چنان زدنی که چیغ و فریاد این مرده را بغیر از انسان و جن همه موجوداتی که به او نزدیکن میشنوند. یک با مغز خود اندیشیدن بکار، به خاطر که پیامبر را نمیشناخت. پس این جوانایی که پیامبر بزرگوار را توهین کردند و دین مقدسش را رها کردند و رفتن به دین پوچ و بی‌معنای دستخورده دشمنان گرویده شدند، در برابر این زدن ملک با گرز آهنی چقدر تاب مقاومت را دارند. آیا در دنیا امتحان کرده اند خود را به زیر لگد مالی یا مارتول کوبی دیگران قرار دادن که عادت داشته باشند که اون را هم تحمل کرده میتوانند؟ عزیزانم، جای نگرانی بنده های مسلمان در اینجا باید باشد که با جوانی هایشان چرا اینها به آتش دوزخ بروند. بدین وسیله بیاد داشته باشین که این افسانه نبود. حدیث از کتاب بخاری مسلم، حدیث متفق علیه از رسول کریم صلی الله علیه و سلم در اختیار شما قرار گرفت که با مارتولای آهنی چنان بزنن که آوازشان را غیر از انسان و جن همه موجوداتی که نزدیکشان است بشنوند. بازم وعن زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به وكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا. قال فمتى ماتوا؟ قال في الشرك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعوا منه. ثم أقبل بوجهه علينا فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. الحديث. رسول صلی الله علیه و سلم در یکی از موارد دیگر در یک باغ از بنی نجار عبور می کردن. بالای قاطر که داشتن، ما قاطر میگیم، بالای قاطری که داشتن سوار بودن. صحابه می فرماید که ما هم امرایشان بودیم. ناگهان قاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم تور خورد. ما تور خوردن میگیم، شما هر چی که میگین. تور خورد و قریب بود که رسول کریم علیه السلام را بی اندازد. ناگهان دیدیم که 5 یا 6 قبر در اینجا حضور دارد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که این قبرها را کی است که بشناسد این قبرها از کی است؟ یک صحابه صدا زد و گفت که من میشناسم. نبی کریم علیه السلام فرمود، گفت چی وقت مرده اند؟ رسول صلی الله علیه وسلم پرسان کرد که اینا چی وقت مرده اند؟ این مرد در جواب گفت که اینها در حالت کفر و در حالت شرک مرده اند. زمانی که این حرف را شنید رسول صلی الله علیه و سلم فرمود این مردم ها در داخل قبر به عذاب گرفتارند، اینها مبتلا به عذاب الهی اند. اگر ترس دفن کردن شما نمی بود من از خدا می خواستم چیغ و فریاد اینها را به شما بشنواند به مو اندازه‌ای که من میشنوم. چی معنا؟ یعنی چنان چه غس و فریاد میزنن در برابر زدن
در برابر کفتن، در برابر گزیدن، در برابر انواع عذابی که به این ملت‌های کافر در داخل قبر مسلط هست، چنان چغس و فریاد میزنن که رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من میشنوم، اما اگر الله را دعا کنم که به شما ملت‌ها هم بشنواند صدای کسایی را که در قبر معذبند، در عذابند، شما بعد از این قطعا مرده های خود را دفن نمی کنید. توجه هستیم؟ شما قطعا مرده های خود را دفن نمی کنید. فقط به خاطر ترس از که دفن نمی کنید من دعا نکردم، ورنه از خدا دعا می کردم به اندازه که من میشنوم اگر شما هم میشنیدین بار دیگر دفن نمی کردین. عزیزانم، کسایی که الله را نمیشناسند به یگانگیش، کسایی که محمد بزرگوار صلی الله علیه و سلم را نشناختند، جوانایی که به توهین به این محمد و دینش رفتن به دین دیگران، متوجه حالشان بوده باشند که در خانه قبر چیغشان به چی اندازه است. بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه روی خود به ما دور داد، خطاب به همگان گفت تعوذوا بالله من عذاب النار، شما پناه بخواهید به خداوند از عذاب قبر، از عذاب آتش دوزخ. 3 دوره تکرار میکند رسول نامدار مرحمت عالم، 3 دوره تکرار میکند که ای انسان ها، شما پناه بخواهید از آتش دوزخ و پناه بخواهید از خانه قبر. همگان میگویند که به الله پناه میخواهید. شما هم بگویید که به الله پناه میخواهید. این بود سرنوشت مسلمان و کافر در عالم برزخ، در زندگی عالمی برزخ. عزیزانم به یاد داشته باشین راه کامیابی در برزخ است. اگر در برزخ کامیاب بودی در قیامت هم کامیاب استی، اگر در برزخ ناکام بودی در قیامت هم ناکام استی. زندگی دنیا 60 سال 70 سال میگذرد، ولی به خاطر تهیه مواد زندگی دنیا شب و روز مصروف هستیم. اگر پرسان کنیم که چرا به جمعه نبودی، میگه یک مشکل داشتم، در دکان کسی نبود. اگر پرسان کنیم چرا به جماعت نبودی، میگه یک مشکل داشتم، در خانه کسی نبود، مهمان داشتیم، در دکان کسی نبود. عزیزانم، شبها و روزها پی دنیا روان هستیم، ولی زندگی برزخ و قیامت را چی وقت اختصاص داده ایم؟ در کدام ساعت؟ به خاطر تیاری گرفتن در برابر این مار و کژدم و گرزای آهنی از خود آمادگی داریم. الله به من و شما پناه بفرماید. در یک جزء حدیث، دراز از حدیث یک جزش را انتخاب کرده ام که کسایی که از دین خدا خبری ندارن، کسایی که منحرف شدن، مسیحی شدن در شرایط امروز، باید بدانند که ملائکه پرسان کرد من ربک، پروردگار شما کی است؟ میگوید که من نمیدانم، من نمیدانم. تعجب است که خدا را نمیشناسد، تعجب است که خدا را نمیشناسد. زمانی که میگوید که نمیدانم، پرسان میکند نمیدانم، از رسول پرسان میکند، میگوید که ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا ادري. میگوید که در حق پیامبر چی میگی که در شأن شما در جامعه شما فرستاده شده بود؟ میگوید که هی نمیدانم، هی نمیدانم. بعداً فینادی مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار البسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار. میگوید که ای ملائک، ندای آسمانی اینا را میگه فرش زیر پایشان باید از آتش دوزخ باشد، لباسشان از آتش دوزخ باشد، دروازه دوزخ بر روی از اینا باز شود. بعد از آن از گرمی و از مشکلات دوزخ بالای از اینا میآید، چقدر فاصله ای که دارد. بعد از آن صحابه راوی میفرماید قبر از دو طرف عمله اعلی ازی عمله میکنه حتی تختلف اضلاعه، قبرهای راست به چپ به راست میبراید. بعد از آن ثم يقيد له اعمى واصم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربوه بها ضربة يسمعوها ما بين المشرق والمغرب فيسير ترابا ثم يعاد فيه الروح. بعد از آن لحظه‌ای که تحقیق خلاص شد، بالای از یک کسی را که چیغسش را نمیشنود، عذابی که به ای بیا به چشم نمیبیند، کسی که
عذاب شدگی را اگر بشنوه رحم دل نشوه، اگر ببینه رحم دل نشوه، از این خاطر بزدن این مرد کافر، بزدن این جوانی که بیدین شد و مسیحی شد چرا مسلط میشه؟ میفهمین؟ کسی را که نبشنوه و نبیبینه بعد از آن زدن شروع میشه، بمو گرز و بمو مارتول آهنی که زدن شروع میکنه. میگه اگر یک تا بزند در دنیا، اگر اون مارتول بوده باشد، یک کوه را اگر کتی از او یک تا زده شود خاک میشود. چنان مارتول و گرز آهنی که اگر در دنیا بیاید کوه را به آن یک بزند خاک می شود. بعدان به این زدن را شروع میکنه، چنان زدن شروع میکنه که با خاک بگردد. بعد از آن روحش معاد می شود، دیگه زنده می شود، دیگه شروع میکنه، دیگه زنده می شود، دیگه شروع میکنه. عزیزانم، پس از اینجا سرنوشت زندگی عالمی برزخ کار ساده نیست. 60 سال 70 سال عمر میگذرد، اونجا راه نجات دیده نمی شود به جز از اعمال. در آخرین حرفایی که دارم پس این بود مشکلات عالمی برزخ. گفتم که نه از دنیا انتخاب کردم، نه از آخرت و قیامت، بلکه زندگی برزخ را انتخاب کردم در شرایط امروز که ما به خاطر آمادگی این زندگی چی کاری کرده ایم، راه نجاتش چیست. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بنى او بيتا لابن السبيل بنى او نهرا اجرى او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته فتلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه والبيهقي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید راه نجات انسان را در زندگی عالمی برزخ از ارشاد رسول کریم صلی الله علیه و سلم در اینجا انتخاب میکنه. از جمله اعمال و حسناتی که بعد از مرگ انسان ثوابش به انسان میرسد، علمی که انسان او را آموخته است در زندگیش به دیگران دانانده و تعلیم کرده. یک. دوم فرزند نیکی که بعد از سرش مانده. سوم کتاب و قرآنی که در اختیار مسلمانان وقف کرده. چهارم مسجد و مدرسه و خانقاه و مرکز دینی که به خاطر خدا آباد کرده. پنجم مسافرخانه. ششم نهری که به خاطر خدا روان کرده چاه آب کنده. هفتم صدقه‌ای که در صحتش کشیده، در حیاتش کشیده. این چیزایی است که بعد از وفاتش در خانه قبر به او یاری و نصرت و کمک خواهد کرد. عزیزانم، پس بناهن ما در به خاطر آمادگی این مسائلی که علم قرآن، علم خداشناسی، علم پیامبرشناسی، علم دین شناسی که در همه عرصه های زندگی ما دین و خدا و پیامبر را حاضر و ناظر بدانیم، علمی که بعد از مرگ به ما نفع برساند، چقدر ما مصرف کرده ایم. یک فیس کامپیوتر ما 2600 افغانی سیمسترکی یا پروگرامکی هست. پس ما در برابر معرفت دین خدا چند رپا داده ایم؟ آیا بعض پروگرام های کامپیوتر 2600 افغانی نیست؟ جوانا با آواز بلند بگوین. پس به خاطر شناخت صحنه‌های فاسد، به خاطر شناخت کلیک ها در صفحه هایی که بجز از برهنه بودن زنان و دختران چیزی دیگر نیست، ما در هر پروگرامش 2600 افغانی را خوش و خوشحال افتخارانه میپردازیم. ولی به خاطر معرفت خداوند، به خاطر معرفت پیامبر، به خاطر معرفت دینش چرا ما مفت و ساده نمیرویم پیش؟ جایی که به تو کار می آید، علما علمه و نشره و فرزند صالح و صدقات جاریه، حوض روان، جوی روان، چای آب، آبادی مسجد، عمران مدرسه مسجد. به خاطر که تا زمانی که از آن مدرسه و مسجد استفاده می شود، 1000 سال باشد هم بعد از مرگی تو فایده به تو می رسد. ولی ما به خاطر تعیین زندگی عالمی برزخی کاری نکرده ایم. همه چیزها رفت. حیف. همه چیزهایی که ما داشتیم به خاطر باد فساد و هوا رفت و گم شد، اما به خاطر ساختن زندگی برزخ ما کاری نکردیم. عزیزانم، آخرین حرفای همیست، سوالی که دوستا از پانتون میکنن و همیست که مرده جسد عذاب میشه یا روح. عزیزانم، ولو که جسد یک مرده ذره ذره خاک شده به دریاب انداخته شود، روح یزی در سجین 7 طبقه پایان زمین، از روح با اینمی ذرات جسد لین ارتباطی دارد. هر نوع عذابی که بر روح یزو در سجین وارد میشه، ذره ذره اجزای از او متعلم میشه، احساس درد میکنه.
از اون متعلم میشه احساس درد میکنه. خلاص کوتاهش نمیست. روح دوباره معاد شده در خانه قبر محدوداً سوال و جواب داده. بعد از اینکه ذرات جسم ازی در هر جایی باشد، روح از او لین ارتباطی دارد که عذابش را میبیند. بار دیگر میگویم که زندگی در عالم برزخ بسیار خطرناک است. زندگی در عالم برزخ بسیار زندگی است که بجز از عمل صالح دیگه چیز راه نجاتش نیست. حافظ یکی از بزرگان عرفان و سلوک میفرماید: شبی تاریک و بیم موج گرداب چنین حائل. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حائل. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل. می فرماید در عالم تشبیه زندگی برزخ را، زندگی قبر را چنان وانمود کرده است که در دنیای امروز شب هم تاریک باشد، دریا هم دریاخیزی باشد و اون هم در یک ساحه دریا که به نام گردابی که آب گرد گرد دور میخورد. پس اگر یک انسانی که آب بازی را یاد ندارد در شب تاریک در آن دریاخیزی در اون گردابی بیافتد، اون کسایی که در لب دریا به سبزه ها نشسته نان میخورن عشرت میکنن، از حال ازی چی خبر دارن؟ از حال مردی که در گردابی افتیده چی خبر دارن؟ پس اینمی رقم کسایی که اعمال صالحه ندارن، خانه قبر اگر دریاخیزی بگوین دریاخیزی است، اگر شب تاریک بگوین شب تاریک است، اگر بگوین گردابی است گردابی است، انواع عذاب است. بازی را یاد نداری وقتی که عمل صالح نبوده باشد، وقتی که عمل نیک به درگاه خدا نباشد. ای جوانان عزیز، موسفیدا خو رفتن که نرم دل میشن نمیشن کار خودشان است. نگران هستم از طرف خواهران ما، نگران هستم از طرف برادران جوان ما، خصوصا کسایی که در دانشگاه ها و معارف در دفاتر کار میکنن. والله بعضی از آنقدر بیغور است، آنقدر بیخبر است، آنقدر بیغور و بیخبر است که اصلا به همچو مسائل بجز از تمسخر و رشخندی چیزی دیگر نمیکنن. به شأن این ملت ها باید اشک ریزد، به شأن کسایی که اصلا این چیزها را به چشم حقارت و تمسخر می‌نگرند. اگر از این مسائل حرف بزنین ملا شدی بلا شدی یک عالم حرف به سرت میزنه. الله متعال اونا را توفیق عمل نصیب بگردانه. الله متعال حاضرین مجلس ما را، همه عالم اسلامی را توفیق عمل به دین خدا نصیب بگردان. الله متعال برادران ما و عزیزان ما که از راههای دور به خاطر شنیدن کلام الهی آمده اند، ای خدایا توفیق عمل در راستای زندگی نصیبشان بگردان. دوستای آرزوی دعا دارن، تماسهایی دارن که مشکلاتی دارن، مشکلات خانگی دارن، بیماری دارن، الله متعال مشکلاتشان دور بگردان، بیمارایشان شفای عاجل نصیب بگردان. الله متعال کفار را هدایت نصیب بگردان، اگر هدایت ندارن الله ماهو نابود بگردان. الله متعال جوانانی که مسیحی شدن بار دیگر توفیق ایمان نصیب بگردان. الله متعال جوانانی که مسیحی شدن بار دیگر توفیق هدایت به ایمان نصیب بگردان. امنیت، آرامی، صلح، برادری نصیب ما بگردان. مراکز ما را، مدارس، مساجد، حلقات درسی دینی ما را در هر گوشه و کنار دنیا کس نصرت و یاری بفرما. دوستان یاران ما که آماده خدمت همیشه با ما همکاران دائمی ما هستند، پیروزی دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. الله متعال اهل گذر ما تصمیم گرفتن که اگر خدا بخواهد زیرخانه ای را بسازند که دوستای ما در گرمی های امی لحظه نشستن، بارها نشستن. الله با هر یکشان توفیق در هر دو دنیا نصیب بگردان. الله نیتای ما را خالصا لله بگردان. الله خدمات ما را بی فایده نگردان. جوانان ما را توفیق عمل نصیب بگردان. خاتمی ما را به ایمان و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله نصیب نگردان. اولادای ما را بی پرده و بی آبرو نگردان. الله متعال خواهران و مادران ما را بی پرده و بی آبرو نگردان. قضایای را بشنوین که به یادتان نباشد. چندین مورد است که از دیروز به این طرف 10 سال به این طرف یک مرد فاسد با دختری عفیفهش زنا کرد. 10 سال به این طرف با دختری نسبیش زنا کرد. کسی دیگر است که با عروسش مشترکاً با بچهش زنا میکنه و عروس با شوهر شکایت میکنه، میگه البته مصرف زیاد کردم خب من کردم. هیچ قابل تحمل نیست. عزیزانم مردن کار ساده نیست.
دیروز البته شنیدید شب پنجشنبه در قندار در هتل عروسی که انفجار شد 40 نفر کشته، 70 نفر جمع 110 نفر کشته و زخمی داد. پس آیا نوبت توبه به ما چی وقت میرسه؟ چی خبر هستیم که در هتل کشته میشیم، در بازار یا در مسیری راه یا در سرک یا در خانه؟ از این خاطر این قضایا قابل تحمل نیست. الله سنگ نمیبارد، کم است. سنگ چی است؟ الله متعال این بلاها مصیبتها فسادها را قابل برداشتش را نداریم، از جامعه ما وردار. اولادای ما را، خواهران و پدران ما را الله توفیق عمل و عشق دین رسول الله نصیب بگردان. الله اندیشه های خداشناسی، پیغمبر شناسی، دین شناسی نصیب ما بگردان. الله همچو مسائلی که در جامعه امروزی ما توان برداشتش نداریم از جامعه ما دور بگردان. خاتمی ما را به ایمان و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله بنصیب نگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. جزاکم الله.